علم و ادب خلق تاجیک در عصرهای 13 تا میانه های عصر 14. هجوم مغول ها به آسیای میانه به علم و ادبیات ضربه مستحکمی زد. ادبیات تاجیک و علم آن در این دوره در آسیای صغیر، جنوب ایران و هندوستان که زیر تصرف مغول ها نبودند رشد می‌یابد. در این دوره جلال الدین بلخی، سعدی شیرازی، امیر خسرو دهلوی و دیگران به میدان می آیند. جلال الدین بلخی متولد 1207 وفاتش 1272 پیش از حمله مغول ها به ایران سپس به حجاز سفر کرده خانه خدا را زیارت می کند. سپس به آسیای صغیر رفته در شهر قونیه زندگانی می کند. او در شهر قونیه، حلب و دمشق تحصیل کرده است. بعد از تحصیل هایش جلال الدین چند وقت مدرس هم بوده است. اثرهای مشهورش مثنوی معنوی و دیوان کبیر می باشند. مصلح الدین سعدی شیرازی تقریباً 1219 1292 در شیراز به دنیا آمده است و در آنجا تحصیل کرده است. بعد از تحصیلاتش در شیراز به بغداد می رود و در مدرسه نظامیه تحصیل می کند. حمله مغول ها به وطن سعدی او را سیاح کرد. به جایهای زیاد سفر کرد. به حجاز، بغداد و افریقای شمالی. در نهایت سال 1256 به وطن خود شیراز برگشت. مشهورترین اثرهای او این گلستان و بوستان می باشند. او در غزلهای خود از حاکمان وقت طلب می کرد که نسبت مردم عدالت داشته باشند. او در اثرهایش زیاده خواهی را تعلیم نداده است. با کم قناعت کردن را می پسندید. معلومات از کتاب تاجیکان اکادمیک باباجان غفورов، گوینده تورجان تورایف.